سلام، خسته نباشین. امیدوارم منو شناخته باشین و میدونم که میشناسم سارا میغانیه و در اینستا و چیزهای مختلف ویدیو از خودم میذارم و امیدوارم که دیدین. و امروز آمدم واسه اولین بار از خودم ویدیو میگیرم، از اصل خودم، از صدای خودم و در ظاهر و باطن خودم. فقط صورتم یه خورده ای فیلتر کردم. میخواستم بگم که امروز من میخوام یکی از خاطرات بسیار بسیار خنده‌داری رو در وجود زندگیم که اتفاق افتاده واسه شما توصیف کنم و تعریفش کنم و بریم در این واقعیت خیلی خنده‌دار و هیجان انگیز. Let's go. شما در این لحظه یه نفر رو دیدین که اشتباه شما رو به صدا کنه و توی خیابان این یکی به شما میگه که هی خانوم، هی خانوم، هی خانوم. شما بگین جانم، بفرمایید، کاری داشتین، مطلبی داشتین، عرضی داشتین، در خدمتم. و من یه روزی از فلکی کاخ یعنی گرگان استان گلستان داشتم میرفتم سمت کلاس و در آن کلاس که داشتم میرفتم و یهویی دیدم یه آقای من صدا میکنه. گفتم جانم بفهم. دو هم داشت میگم، من یه بدو داشت میاد دنبال من و من گفت خانوم گفتم جانم بفرمین، عرضی دارین، مطلبی دارین، چیزی دارین، حرفی دارین؟ من در خدمت شما هستم، فقط یه خورده عجله کنین که من کلاس دارم و بعد برسم سر موقع. همینطوری بهش گفتم و به من گفت که شما بیتا خانوم نیست؟ گفتم نه آقای محترم، من سارا میخانی هستم. شما منو با همینطوری بهش گفتم، دقیقا بهش گفتم که شما منو با یه خردی اشتباه گرفتیم بلا نسبت. و به من گفت که واه عجب زنی بی تربیتی مال است، تو چی پرسیم خواهر من، شما نبرین تو جمع ما رو بدی. و بهش گفتم تو سینگلی. همینطوری بهش گفتم تو سینگلی که میای بخت ناموس مردم صدا میکنی که باعث کارت دارم. بعد من با احترام بهت گفتم بله بفرمایید، اگه عرض مطلبی داریم من در خدمت شما هستم، فقط بودیم بگیم من کلاس دارم. و بقیه دیگه چیاشو به اینا گفت و گفتم حقته، دنبال مردم اصلا با زن مردم غیر حرف بزنی. اینجوری بهش گفتم. گفت شما خیلی شبیه ایشون هستی. گفتم گوبر تو قیافه ایشون که من ایشون باشم. مرده یعنی راستش بگم خندش گرفته بود، همین دیگه خنده گذاشت رفت دیگه. یعنی به خیلی معذرت بخوام، اسکول عذاب در اومد از حرفای من رفت.